دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 6 مای 2026 قرار داریم در حوالی ایمان شهر دوشنبه و شما یک نمود توت رو نشون میدیم که از ایران پیوندش رو همسایه ایمان حاجی ایشون عبدالقهار آوردن. این بی‌نهایت توت بوده است. ده اینو ببینید، بانان برین. بسم الله الرحمن الرحیم. یک تاشو کنیم. من دیگه خوردم یک تاشو. مزه این که توت رو دارد یکان توت ندارد. این بی‌نهایت با مزه توت بوده است. اینو ببینید درازیش رو. بسم الله الرحمن الرحیم. خورده بینیم کنید. اینو با یک گاز نمیکنید، چند گاز میکنید. اینقدر این توت شیرین است که من با تمامی سخن گفتم میمونم که یگان توتی تاجیکستان شیرینش به این خدا میداند براید. من میدونم توتای ونج زور است، توتای پامیر زور است، اینه که این توت گپ نیست. اینو ببینید، اینقدر این توته بود. درازش ببینید، اگه یک انگشتی من ببینید این چند سانتی متر؟ 1 2 3 4 5 6 7 سانتی متر هست. اینو ببینید. انا خدا خواهد از این توت اکنون زیاد میکنیم. این توت کیلوی توت کردن بوده است. این توت کیلوی توت خوردن بوده است. در مزه یگان گپ نیست. این گفته با تمام جدیت میگویم که یگان توت با این در مزه نمیبراید. از ایران آوردیم. اکنون ما توت داریم زوره است. گفته تعریف نکنید، کدام توت دارد بیارد ما چشیده بینیم. همدیران عزیز، این رو توت میگویند. یکی از بهترین توت های دنیا در تاجیکستان هم این توت شد. خدا با شکر اکنون زیاد میکنیم. در پناه خدا باشید. ما یک 20 پیوند که دیگه بودیم هم یک دونه اش گرفت. خدا نگهبان شما باشد.